فرمونم که نیستم. آره واقعا. دمیر کجاست؟ نیومده پایین؟ ندیدمش. لروکس هم پیداش نیست. عزمیه جون هنوز خوابه نه؟ صبح زود رفت پیاده روی. قبل از صبحونه رفت. گفت گرسنم نیست. نه بابا، یعنی از لروکس بعیده. دیروز کلی بدو کردیم در حالت نرمال، الان باید مثل خرس گرسنه خودش باشه. میدونه. من برم دمیر رو بیدار کنم. صبر کنین، اصلا زحمت نکشین. دمیر خانم تو اتاقشون نیستن. پس کجاست؟ پیش لروکس خانمه. واقعا؟ نکنه با هم رفتم پیاده روی؟ چی شده که با هم رفتن؟ نمیدونم. خیلی کار خوبی کردن. ببین چقدر جا هست برای گشتن دیدن. وای منظره ها خیلی قشنگه، باید همه رو دید. لروکس نگفت کجا میره، ما هم بریم. وای هیچی نمیدونم. اما بعد از صبحونه باید بریم واسه بازی. یعنی نگفتن کی برمیگردن؟ مشترک مورد نظر در دسترس نیست. من به عنوان داور میگم بدون لروکس و دمیرم میتونیم ادامه بدیم. آره خب به خاطر 2 نفر که نمیشه گروه خراب کنیم. بله اما بدون کاپیتانمون نمیتونیم بازی کنیم. تازه اومدیم اینجا که همه با هم خوش بگذرونیم، مگه نه؟ به نظرم منتظر بمونیم. فکر نکنم تا شب پیاده روی بکنم. شنیدی لیلا؟ قبل از همه بیدار شدن و پیاده روی رفتن. فکر کنم خواستن از این شلوغی فرار کنم با عباس. لروکس واسه چی با دمیر خان رفته پیاده روی؟ من اصلا نمیفهمم. چون دمیر خان صبح زود بیدار میشه، حتما لروکس رو دیدی رفته دنبالش. اما براکم تفلک خیلی حالش گرفته شد. آلارام بدجوری حسابش خورد شده. امیدوارم لروکس رو اذیت نکنه. شما چی دارین پچ میکنین؟ به ما هم بگین دیگه. هیچی. داشتی میگفتین کی امروز برنده میشه. آخه دیروز بعد پیش خوردن پای آلارا خانم نتیجه حاصل نشد. وقتی دمیر بیاد نتیجه حاصل میشه. مرو خانم. دمیر قسم میخورم عمدی نبود. به خدا زهره ترک شدم. فکر کردم ملای سرت اومده. 2 ساعت اونجا گلومو پاره کردم. چرا هیچی نمیگی؟ درز ما چرا اومدیم اینجا؟ به خاطر اینکه نمیخواستم با این وضعیت برگردم هتل. لباسم خشک بشه بعدن میریم. باشه بابا، من قبلا اینجا اومدم. یه جای این طرفا یه کلبه است، بریم اونجا. انگار تو دوباره دنبال ماجراجویی هستی ها؟ فقط همینمون مونده که تو جنگل گم. چه ماجراجویی آخه؟ تو جنگل آفریقا که نیستیم، اینجا یه جای کوچیکه. در ضمن تو کلبه لباسای خشکم هست. اینطوری دیر خوش میشی، مریض میشی. خیلی خوب باشه. اول شما بفرمایید. بفرمایید. یه لحظه تشریف بیارین. یه مرد اومد اینجا که دنبال یه خانم بگرده. یکی که هیکل اندامش لایق ستایشه. نگاهش تیز و برنده است. یه نفر که با جذابیتش مثل موج جاری میشه. اینجوری نگاه نکن، منظور من یه مرد دیگه بودم. امروز صبح اومد، قایق کرایه کرد و رفت. خب خانمه چی؟ فکر کنم پیداش کردن، قایق گوشتن اونجا بغل ساحل. فکر کنم رفتن تو کلبه. ایوا راست میگه، اونجا یه کلبه است. خیلی رومانتیکه. رومانتیک سرم نمیشه، بگو قایقا رو برگردن. باشه بابا. خب حالا اگه نیوردن فردا خودت میری میاریشون. ببین منو، اگه امروز یه وقت مزاحمشون بشی بدجوری حالتو میگیرم ها. فهمیدی چی گفتم؟ حرفمو گوش کن. باشه بابا. آها حالا شد. ببین چقدر خوبه باهات به توافق رسیدم. شوخی میکنی؟ بابا خوشگله ماهیگیر. من ماهیگیر نیستم. قایق چیه؟ ویش ویش ویش.
کار میکنه؟ البته که نه. بعد از مال تو اینم خراب شد. بعد یکی دیگه بخرم. نگران نباش. باز خدا رو شکر که من پیشتم. زودی میرسونمت به کلبه. به نظرم قبلش بگو که چقدر دیگه باید راه بریم ها؟ باشه، یکم مونده. درست بعد از این درخت هست. لروکس 10 دقیقه پیشم همینو گفتی. تو جای کلبه رو بلدی؟ البته که بلدم. درست مثل کف دستم. اما به نظرم داریم دور خودمون میچرخیم لروکس. من تو دشتای لاغ و جنگل بزرگ شدم. مسیریابی تو جنگل برای من مثل آب خوردنه. بهتره خیلی از خودت تعریف نکنی. اطلاعات مسیریابی تو رو همه بلدن. آره، تو اول ابتدایی بهمون یاد دادن. غذایی روی درخت شمال، لونه مورچه هم شرق نشون میده، این که کاری نداره. جنوبو. چی؟ لونه مورچه ها. درشو به سمت جنوب درست میکنن. لروکس باور کن الان یه ذره هم برام مهم نیست. هر سمتی که دوست دارن درست کنن. میشه هر چه زودتر این کلبه رو پیدا کنی؟ ببین لباس هم دیگه تقریبا خوش شده. برمیگردم هتل ها. باشه، بیا الان پیداش میکنیم. فکر کنم یه جایی همین اطراف بود. یه لحظه ببینم. فکر میکنی؟ خب من خیلی وقت پیش اومدم، یعنی ممکنه کلبه رو برداشته باشم. تو جای کلبه رو یادت نمیاد داره؟ نه، یادم میاد. از جنگل که به سمت ساحل میرفتی یه جایی همون اطراف بود. نمیدونم دیگه. خب یه سوال تخصصی 100 امتیازی ازت دارم. برای چی برای رفتن به کلبه‌ای که کنار ساحل وارد عمق جنگل شدیم لروکس؟ تو از عمد این کارو میکنی آره؟ میخوای گم بشی؟ اونایی که جنگل رو نمیشناسن و گول میزنم و به لونم میبرم. بعد با برادرای گرگم از اونها یه ضیافت خوشمزه میسازم. از ساحل راه نداره. صخره‌ها جلوشونو بستن، راه نداره. باشه لروکس، قبول لروکس. زود باش نشون بده ببینم لونت کجاست. بجام یه لحظه. حالا میبینیم تو جنگل دور خودمون میچرخیم یا نه. بیا من تو رو میبرم. بیا دیگه. حتی خودت هم نمیدونی کجا میری. اینجا رو نگاه میکنی بعد اون طرفی میری. خانم‌ها و آقایون چیکار کنیم؟ برنامه چیه؟ مسابقه میدیم یا میشینیم؟ من فکر میکنم منتظر دمیر و لروکس نبود. اونجایی که نیومدن معلومه که داره بهشون خوش میگذره. چه پیاده رویه که همه ساعت طول کشیده هنوز جواب نمیدن؟ نه. میخواستم بگم نکنه گم شدن، اما خب کی اینجا ممکنه گم بشه؟ درسته، یعنی اینجا اونقدر هم جای بزرگی نیست. شاید خواستم گم بشم. مثلا منم الان همینو میخوام. از اینجا دور شیم، یکم با هم قایق سواری کنیم. فیروزه، نکنه اتفاقی برای بچه ها افتاده باشه اگه به کمک احتیاج داشته باشن چی؟ اونا غیر از همدیگه به هیچ کس نیازی ندارن لیلا جون. معلومه دارن خوش میگذرونن. میگم یکم عجیب نیست که این همه مدت پیداشون نشده؟ من به مسئولین هتل خبر میدم که گم شدن. بذار بگردم پیداشون کنم. من باشه، وایسا منم باهات میام. هیچ نیازی نیست. من با دمیر خان حرف زدم، گفت شب برمیگردیم. پس من اینجا هم بوراک خان. هر وقت دمیر خان و لروکس خانم اومدن خبر میدم. من اصلا رابطه خوبی با جنگل ندارم. یه لحظه ببینم دمیر کی زنگ زد؟ من از تو بهش زنگ زدم، در دسترس نبود. گوشیش آنتن نمیده. از یه جایی که آنتن میداد به هم زنگ زد و گفت که حالشون خوبه و دارن میگردن. دقیقاً کجا بودن؟ من از کجا بدونم بوراک خان؟ نمیتونستم بگم برام لوکیشن بفرستن. خب پس ما اینجا چی کار داریم ها؟ زود باشین بریم بازی کنیم دیگه. میگم میشه امروز همه برای خودشون بگردن. دیروز به اندازه کافی بازی کردیم. نظرتون چیه آلارا خانم؟ پام درد میکنه، میرم بخوابم. شما هم هر کاری دوست داریم بکنیم. پس منم میرم ماساژ. این اواخر خیلی استرس داشتم، همه جای بدنم گرفته. بوراک خان اگه میخواین شما هم بیان، یعنی ممکنه شما هم نیاز داشته باشید. نه تو برو فرخ. باشه برو دخترا میاین؟ البته بریم. پشت، چه خبره؟ این لروکس داره چی کار میکنه؟ خب حتما دارن در مورد مسائل پاریس حرف میزنن. شاید هم دارن موضوع خونه رو حل میکنن، چه میدونم. زود باشین دخترا. مروه جون لیلا خانم جون، بهتره ما بریم این قهوه‌مون رو بخوریم. باشه بفهمین لطفا.
باشه میبینمتون دیگه. اسمیه بیا این قضیه لروکس و دمی رو برام تعریف کن ببینم. اینا همدیگه رو پیدا کردن اما به من زنگینا نزدن، برای اینکه کسی مزاحمشون نشه و تنها بمونن اینطوری گفتم. اسمیه درست عین جوونیای منی. امیدوارم که راه برگشت رو پیدا کنن. اونا راه عشق رو پیدا کنن کافیه. چی میگی؟ چی شد؟ هیچی، چیزی نیست. لروکس چی شده؟ ما قبلا از اینجا رد شده بودیم، یه ساعتی داریم همینطوری دور خودمون میچرخیم. مطمئنی؟ خیلی خوبه، عالیه. من گفتم دیگه گم شد. چی کار میکنی لروکس؟ منتظرم دعوام کنی. البته ببخشید که نشستم، اما سر پا نمیتونم بحث این که تو حق داشتی و من حق نداشتم و تحمل کنم. همینطوری بهم بگو. چی کار میکنی؟ چون ببخشید من انقدر خستم که نای دعوا کردن تو رو ندارم. میشه اینو بعداً انجام بدیم، اما حتما یادم بنداز. باشه، خودت میدونی. الان حتما بقیه خیلی نگران شدم. حالا دیگه نگران تو هم شدن. فکر نکنم، چون میدونم هنوز زیاد از من خوششون نمیاد. دلیلی واسه دوست داشتنت ندارن. مشکل اصلی شما همینه دیگه لروکس. من مدیر اونم، میفهمی؟ باید برای اینکه کارشون رو درست انجام بدم بهشون دلیل بدم، نه برای اینکه دوستم داشته باشن. خب دیگه اگه دوستت داشته باشم برات بهتر کار میکنن. خیلی خوب باشه، بذار قضیه رو اینطوری برات توضیح بدم. اگه اونا منو دوست داشته باشن منم از اونا خوشم میاد. اگه من اونا رو دوست داشته باشم کار رو آسون میگیرم. هر چقدر بیشتر کار آسون بگیرم ضعیف‌تر میشیم و درست وقتی ضعیف شدم یکی پیدا میشه و ضربه نهایی رو بهم میزنه. برای همین نمیذاری کسی بهت نزدیک شه. آره، اما با وجود تمام این تلاشایی که موفق میشه و این کارو میکنه. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ چون منطقت اشکال داره. چرا؟ کسایی که واقعا دوستت دارن دنبال نقطه ضعفای تو نمیگردن. کسایی که تو رو نمیشناسن ممکنه این کارو کنن، اما وقتی شناختنت حتی اگه ضعیف بشی قویت میکنن. اگه تو خطر باشی سپرت میشن. محبت یه همچین چیزیه. مشخصه که تو اینطوری بزرگ شدی. راستش میدونستی اعتمادت با آدم و منو تحت تاثیر قرار داده؟ یعنی اینقدر بی‌دفاعی اما آسیب نمیدی. معلومه که همیشه یکی بوده که ازت محافظت کنه، یا اینکه فقط از من خوششانس‌تر. چه اتفاقی برات افتاد؟ چرا مجبور شدی تنها بزرگ شی؟ بریم دیگه؟ باشه. خب راه بلدمون. از کدوم طرف بریم؟ این طرف هم امتحان کنیم دیگه. باشه، بیا امتحان کن. راستی؟ ایبو خیلی از تو خوشش میاد. به این راحتی ها از کسی خوشش نمیاد. مثلا از بوراک اصلاً.
تو بهم گفتی اصلا خانوما رو نمیشناسم. دیدم تو هم چقدر آقایونو میشناسی. من بهت گفتم به خاطر یه تفریح 2 روزه زیاد امیدوار نباش. ببین سفر پاریس تأثیری که میخواستی روش نذاشته. دمیر به جای تو ترجیح داده با لروکس وقت بگذرونه. تو کار دیگه ای نداری عزیزم؟ من بهت گفتم که ناراحت میشی اما گوش ندادی. هم بگذاریم بابا، تو به اینا زیاد توجه نکن. اما قبول کن شکست خوردی. تو زندگی 2 نوع آدم هست بوراک، کسایی که عمل میکنن و کسایی که فقط حرف میزنن. من عمل کردم، دمیرم مثل من اهل عمله. اما تو حتی اگه برای لروکسی گزینه انتخابم باشی به هیچ وجه تو رو انتخاب نمیکنه. میدونی چرا؟ چون فقط حرف میزنی. چی شد ناراحت شدی؟ حقیقت تلخه مگه نه؟ ببین دمیر دختره رو پیدا کرد، تو چی کار میکنی؟ اینجا نشستی و داری با من صحبت میکنی. واقعا که مثل یه شوخی بزرگ میمونی بوراک. تا جایی که میبینم تو هم در این رابطه کاری نکردی ها. نشستی داری قهوه میخوری و منتظری که برگرده، اما تنها بر نمیگرده. ببخشید لطفاً 2 تا آب بیارید. نه لیوان نمیخواد. ممنونم. تو که واقعا نمیخوای بری تو جنگل دنبالشون بگردی. تو خودتو اصلا خسته نکن. قهوه‌تو بخور. خسته شدی؟ خسته نشدم اما تشنمه. دمیر انگار خیلی از هتل دور شدیم. ببین اینجا شبیه منطقه شکار میمونه. از کجا فهمیدی؟ خب پرنده های شکار اینجا نمیشنوی؟ لروکس اینطوری بهتر میشنوی. حق با تو بود. تو حالا روستا نرفتی؟ چه میدونم مثلا مامان بزرگت اینا تو روستا باشن و مامانت اینا تعطیلات تابستون ببرنت اونجا. وقتی مدرسه بودم تو گردش روستایی شرکت کردم. ما رو به اردوهای بوم شناسی روستایی میبردم. محصول درو کردم، کانال آب باز کردم، حتی خونم درست کردم. پس رسما یه کارگر فصلی بودی. آره همینطوری بودم. برای انجام مأموریت میرفتیم و وقتی مأموریتمون انجام میدادیم برمیگشتیم. پس خوشگذرونی روستاها رو از دست دادی. شیطونی تو روستا خیلی حال میده. از لونه مرغا تخم مرغ کش میری، به باغ همسایه شبیخون میزنی، کلی سرگرمی داره. راستش مدرسه شبانه روزی هم در این مورد بد نیستم. البته خب ما وسایل معلم‌ها رو برمی‌داشتیم و غیر می‌کردیم. خودکاراشونو مثلا؟ نه ماشینشون. نه بابا. یه بار ماشین مدیر رو دزدیدیم و تو بوته‌زار پشت جنگل دفن کردیم. همون مدیر منظمه؟ آره. اما دمیر این دیگه شیطونی نیست، رسما جرمه. میدونم، اما خیلی خوششانس بودم که اخراجم نکردم. چون جای دیگه‌ای واسه رفتن نداشتم. خب مدیر چی گفت؟ باید قیافه‌شو میدیدید چه شکلی بود. البته بعداً ماشین رو در آوردن، اما ما گور خودمون رو کندیم. هر وقت که بیکار بودیم مجبور بودیم ماشین طرف رو برق بندازیم. اینقدر کنترل شده رفتار میکنی که حتی تصور این کار برام خیلی سخته. وایس هنوز تموم نشده. وقتی اول ابتدایی بودیم برای فرارم تونل کنده بودیم. فکرشو بکن تو اون سن و سال. گرچه موقع تونل کندن خوابمون برده بود و گیر افتادیم. جدی میگی؟ بعدش میرفتیم اتاق معلمون و جای وسایل رو عوض میکردیم.
چه میدونم، مثلا خودکار میذاشتیم تو همون، شامپو رو میذاشتیم تو یخچال. حتی یه بارم یادداشت درسی برداشتیم چسبوندیم به سقف. بعد چون معلم سقف نگاه نکرد نتونست یادداشت‌ها رو پیدا کنه. وای خیلی بدجنس بودی. خب ما هم به وقتش بعضی رو اذیت کردیم. هیچ ردی ازشون نیست. این یارو قاچاقچیه گفت این طرفی رفتن. اونو 1 ساعت پیش گفت بوراک. به نظرم تو رسما گیج نشدم. داریم درست نه تو یه اخلاقی داری که راهو درست شروع میکنی اما بعدش منحرف میشی. مثلا دیشب لروس از اتاق تو اومد بیرون، معلوم بود یه کاری درست انجام دادی. بعدش چی شد؟ دقیقاً کدوم قسمتشو خراب کردی بوراک؟ خراب نکردم. هیچی اون طرفی که تو فکر میکنی نه. اوه حالت دفاعی. معلومی که به غرورت برخورده. بگو ببینم چی کار کردی؟ با دختری چی کار کردی که از اتاقت اومد بیرون؟ هیچ کاری نکردم آلارا. معلومه یه کاری کردی که دختر تو میتونست از اینجا دور شده. چی کار کردی؟ سعی کردی ببوسیش؟ بهتره تو یکم ساکت باشی. نکنه بهش گفتی دوستت دارم. اما انگار یکم بد موقع شده بوراک. یعنی اینا کاری نیست که بخوای یهویی انجامش بدی. دختره رو ترسوندی. خیلی بهت خوش میگذره. با هدف قرار دادن من سعی میکنی به دمیر و لروکس اصلا فکر نکنی. حداقل من و لروکس هیچی رو شروع نکردیم، اما تو از بهونه پاریس استفاده کردی. وقتی برگشتی توجه دمیر رو از دست دادی. حالا به غرور کی برمیخوره ها؟ ببین اینجاست، پیداش کردم. دمیر بهت گفتم پیداش میکنم، دیدی؟ وای آب. بیا. وای آخه کسی هست؟ کسی اینجا نیست؟ ببین کلید چیزی هست. کسی اینجا هست؟ کلیدی در کار نیست. لباسای خوش نیست اما پتوی خوش هست. دمی لباساتو در بیار آویزون کنم زود خوشه. نیازی نیست. وقتی داشتیم اینجا رو پیدا میکردیم خودشون خوش شدن. وای چیزی واسه خوردنم نیست. خوبه که کلبه رو پیدا کردیم. لروکس اون جلوی یه راه هست، میتونیم از اونجا برگردیم. هنوز نتونستیم لروکس و دمی رو پیدا کنیم. قطب نما هم داری اما با این استعداد مسیریابیت امکان نداره. ممکنه اونا خیلی وقت برگشته باشن، اون وقت ما هنوز داریم میگردیم. فرخ لروکس برگشته؟ باشه ممنونم. چی شده؟ هیچی برنگشتن. خدا میدونه کجان. حتی شاید تو جنگلم نباشن. زود باش برگردیم، اینجا نمیتونیم کاری بکنیم. تو برگرد من ادامه میدم. هوا تاریک میشه بوراک. تو که نمیخوای شبا تو جنگل بمونی. اگه لازم باشه میمونم. رفتاره که بوی قهرمانی میدن. این کارا رو جلوی لروکس باید انجام بدی، نه جلوی من عزیزم. البته اگه هنوز شانسی داشته باشی. ببینم میای؟ نمیام بوراک. به نظرم تو هم بیخیال شو. ببین حتی کائنات هم قبول نمیکنه که مرد عمل باشی. مثل کسی که نیستی رفتار نکن، چون اصلا بد نمیاد. از سرنوشتت گله کن. لروکس
پس از اینجا رد شدین. لروکس! لروکس! هوپ داری چی کار میکنی لروکس؟ الان میزنی خودتو ناکار میکنی. اونو بده من. وایسا هیچ وقت به تبر یه خانم دست نزن. لروکس خواهش میکنم بذار من انجام بدم. باشه، اول کارو از استاد یاد بگیر بعد انجام بده. برو کنار ببینم. بدو باشه. یکم دیگه دور شو. برو یه منطقه امن. آهان خوبه، همونجا خوبه. اول ایمنی بعد کار. ببین و یاد بگیر. چطور بود؟ خوب بود؟ آفرین به تو، آفرین لروکس. فقط مونده شونت در بره تا همیشه تکمیل بشه. در ضمن مگه تو نمیخواستی به اطراف یه نگاهی بندازی؟ نمیدونم که، میترسم تو باز به یه چیزای آلرژی داشته باشی. بذار صاحبش بیاد یه چیزایی ازش میگیریم. یعنی میان دیگه نه؟ شما بفرمایین برین یه منطقه امن. درسته سر کار جذاب نیستم، اما موقع هیزم شکستن حتما جذابم. دمیر کجا بودی لروکس؟ اگه یکم دیگه دیر میکردی میومدم دنبالت. ببین چی جمع کردم. اینا چی هم؟ تمش کن. شما که فکر نمی کردین اجازه میدم از گشنگی بمیرین دمیر خان. خیلی لطف کردین لروکس. بدینش به من. خیلی خوشمزه به نظر میاد. بشین. بفرم. خوشمزه است. خیلی خوبه. شیرینه. اصلا باد نمیاد. آتیشم جلومونه. به نظر هم نزدیک نشستیم. یکم دورتر بشینیم. نه به نظر من که خوبه دیگه. گرمه. البته خوب تو افتادی تو رودخونه الان سردته، اما من دارم میسوزم. تو داری میخندی؟ نه. باید یکم دورتر بشینیم از آتیش. وقتی دبیرستان بودم یه روز رفتیم اردو. یه آتیش روشن کرده بودیم 2 برابره. من اون موقع به خاطر اینکه خیلی نزدیک آتیش وایساده بودم همونجا از گرما خوابم برده بود. نمیخوای بگی که سوختی؟ نه سوختم. اما
وقتی از سرما لرزون بیدار شدم متوجه شدم که تنها. تو رو ول کرده بودن و رفته بودن؟ دقیقاً همین کار کرده بودم. روز بعدش چی گفتن؟ فکر کردن نیازی به حمایتشون نداشتم. تو که چیزی نشد داره؟ غیر از این که تنها بیدار شدم کنار یه آتیش خاموش تو سرما و لرزون. تنها بیدار شدن تو سرما حس بدیه. میفهمم. وقتی میرفتیم خونه ایلاقمون، مامان و بابام برای خرید میرفتن توی شهر. بعدش گیر دوست و آشنامو میافتادن و نمیتونستن بیان. منم نصف شبی تنهایی بیدار میشدم تو سرما، توی خونه چوبی خیلی بزرگ. آتیش بخاری خاموش میشد. پتو رو دور خودم میپیچیدم و جلوی پنجره میشستم. کل شبو؟ از خونه یلاقی ما ستاره خیلی قشنگه. میشستم اونا رو نگاه میکردم. بابام 100 بار اسم هر کدومشون رو گفته بود، اما همیشه یادم میرم. منم ستاره‌های جدید پیدا میکردم و خودم روشون اسم میذاشتم. خب یادت چه اسمی روی ستاره گذاشته بودی؟ بذار یه نگاهی بندازم. اون ستاره رو میبینی که میدرخشه؟ ببین از سمت راست 4 تا ستاره میان پایین. خب دو اکبر. صورت فلکی رابین. رابین؟ اسم سگیه که اون موقع داشتیم. لروکس! لروکس! ولم کن حالا را. اون یکی ستاره درخشانه که اونجاست میبینی؟ کدومشون؟ ببین درست نوک شاخه. اون؟ آره دیدم. سمت چپش 5 تا ستاره دایره تشکیل دادن. خب اونم اسمش لروکس پسنده. قشنگ بود. خب واسه من از اون بالا ستاره‌ای مونده یا دیگه همشون صاحب دارن؟ یه دسته ستاره هست که خیلی نادره و گاهی پیداشون میشه. مثل علامت بی نهایت کنار همه. رو اون اسمی نذاشته بودن. دمیر اراندیل. به نظرم بهش میاد. لروکس! دمیر بوراک
براک لروکس و دمیرخان پیدا کرده. یعنی چی پیدا کرده؟ مگه گم شده بودن؟ گفته بودین میخوان پیاده روی کنن، منم گفتم خب حتما همین اطراف. دقیقاً منم همین. گم شدن بعد رفتن توی کلبه وسط جنگل تک و تنها، یه کلبه یه کوچولو. میبینی براکو تا این وقت شب داشته دنبال لروکس میگشته. لروکس جون ما که متوجه نشدیم. نگفته بودی دمیر رئیس توی در مورد ممنوعیت عشقی هم هیچی نمیدونسته؟ مگه میدونستی با توجه به اون رفتار میکردی؟ این شرایط به شما مربوط نمیشه. مگه میشه عزیزم؟ ما اگه میدونستیم این قانون هست بهش میگفتیم که این دیگه چه قانون مزخرفیه. یعنی چی عشق نباید باشه؟ کی میتونه جلوی عشقو بگیره؟ بالاخره محبت و دوست داشتن رو میفهمه، عشق بین شما رو هم میفهمه. همش ازم یه چیزایی مخفی میکنه، همش به هم دروغ میگه. این چجوری میخواد بشه؟ خیلی ببخشید اما چجوری قراره بشه؟ دمیر قوانینی که جلوی خوشبختی تو میگیرن و که نمیخوای بذاری بمونن، مگه نه؟ اونقدر آسون نیست فدات.